بعدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال ما. بچه ها تو این ویدیو اومدیم این بازی تازه اومدن، نخندین، خود تازه دارم بازی رو میکنم و بعدش هم خیلی بازی بالیه. شما حتما این بازی رو کردیم، منم کردم ولی خیلی وقت نکردم دیگه این بازی رو. بله انجام دادم و خیلی بازی خفنیه. من این بازی خیلی دوست داشتم، حتما بازیش کنین. خیلی هم بازی باحاله که برای هر گوشی هم میاره. شما همیشه میتونید این بازی رایگان مجانی خیلی هم باحال بازی کنید. این بازی رو به نظر من این یکی از بهترین بازی های موبایله، چون احتمالا بعضی از شما بچگیتون رو با این بازی رو کردین. و من اومدم خیلی وقت انجام نداده بودم، گفتم بیام برای شما هم یه ویدیو هم بذاریم دیگه. شاید این ویدیو زیاد طول بکشه ولی اب نداره، فقط با خاطر شما هر کاری میکنم و لایک و ساب کنید چیزش در بیاد. واقعا از من نمیذارم دیگه بازی های خفن. اگه یه ذره چیز شد، بهتر شد، حمایت اینو کردین، بیشتر حمایت کردین، براتون میذارم بازی های بیشتر خفن تر. و همیشه سکن یه دقیقه صدای بازی زیاد کن میشنوین بچه ها. نگم برای این بازی انقدر خفنه. بعدشم من تمام بچگیمو داشتم این بازی میکردم، انقدر بازی کردم آخر سر یه بار اومدم چیز کنم سیوش کنم، دستم خورد بچه چیز شد، رفت از اول. نگم بابا یه ساعت دوباره تا به اون مرحله برس و یه کارای دیگه کن. اینقدر سخت بود. اوه راست سخت من مد شده شما دیدم این صداتو دارم. آخه من 200-300 درزینه دارم. خب بچه اگه میخوای این بازی رو، به نظر من شما چیزشو نریزین، چیزشو بریزین اصلا به درد نمیخوره. مد شده است واقعا رو بگم، اصلا به درد نمیخوره. شما حتما چیزشو مد نشده شو بریزین، مد نشده خیلی خفنه. خب بچه این خفن اینجا اسکیت میکنیم اسکیت نیست. کدوم استیت رو انتخاب کنم؟ بکن بابا همون که بچه من روباتر خیلی دوست دارم، باحالم هست. من روباتر اینش رو انتخاب میکنم.
بزن ببین که بازم باید بچه نمیدونم چرا اینقدر دارم حرف بزنم. میخوام ویدیو GTA هم بذارم. اگه خوشتون اومد از اونا هم حمایت کنید. اگه شما الان این ویدیو رو دوست داشتین حتما به کانالم سر بزنید. اونجا یه عالمه میخوام ویدیو بذارم. من تازه ویدیو رو گذاشتم برای همین زیاد نمیدونم ازش، ولی حتما برای من یا علی این سوال خیلی مهم داره. ما این همه سال این بازی رو کردیم این لاغر نشد. بچه بعد هر بازی خفنی میشناسین تستش نکردیم میخوایم ببینیم واقعیه تو کامنت ها بنویسین. من خودم شخصا میرم اونو انجام میدم. اوکی بنویسین هر چی میتونین تو کامنت ها بنویسین. فعلا نمیتونم کامنت ها رو بخونم اما وقتی سیم کارت بگیرم کامنت ها رو میخونم. بچه ها واقعا سیم کارت نداشتن یه حس بدی به من میده. اصلا نمیتونم کامنت ها شما رو بخونم. نمیتونم. اوی چه خیلی سخته. وای من باختم معلومه. اصلا هیچ از بازی نمیدونم. اصلا شما اگه بلدین به من بگین من یه ذره بهتر بازی کنم. واقعا این بازی خیلی خفن بود. وای بچه بودم چقدر بچه بودم نمیدونی بازیم چطوری بود. اوی نمیدونیم اصلا. انام کنده ها وگرنه کنده. این نهایت اسکیت دارم. بچه بعد اصلا مود شدهش حال نمیده بهتون. اول بازی همه چی داریم اصلا دیگه کیف نمیکنیم. این بازی فکر نکنیم نه تموم شدن نداره. یکی تمومش کرده آخر بازی نگفتین یه تا آخر مپ رفتیم. بعد بچه شیش کیلومتر بچه ها میگم اگه از این ویدیو خوشتون نمیاد بگیم یه ویدیوی دیگه بذارم، ویدیو خفن بذارم. اگه از اینا خوشتون نمیاد بگیم واقعا بگیم من استوریزم باید خوشتون نمیاد و کامنت بنویسین. بعد که من سیم کارت گرفتم میخونمشون. اوکی بچه بعدش حالا این بازی علی بابا من سر برمیم رفت میده رکورد دارم میزنم بچه اوسک با خیلی خفنه. اشتباه کردم.
ای بابا قطار 35 متر دویدم زیاد. خب بچه ها تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا.